سلام به همه شما عزیزان، به شما پدر و مادر عزیز و آگاه. بنا به درخواست شما عزیزان، امروز مطلب مهمی رو در خصوص نوجوانان بیان می‌کنم. یکی از مهمترین و نگران کننده ترین مسائل سلامت روان در جهان امروز خودکشی در کودکان و نوجوانان است. پیش از سن بلوغ این پدیده نادره، اما در سالهای نوجوانی خصوصاً 15 و 19 سالگی به میزان زیادی افزایش پیدا کرده. عوامل متعددی از جمله افسردگی، اضطراب، فشارهای تحصیلی، تأثیرات اجتماعی و همسالان، تعارضات خانوادگی در افزایش رفتار خودکشی نقش داره. اقدام به خودکشی در بسیاری از موارد همراه با تردیده، ولی میتونه نشانه‌ای از یک فریاد کمک باشه. در این میان آگاهی والدین، معلمان و کادر درمان از علائمی که هشدار میده نقش مهمی رو در پیشگیری از این رفتار داره. پسران 4 برابر بیشتر از دختران خودکشی موفق دارند، اما دختران 2 تا 3 برابر بیشتر از پسران اقدام به خودکشی میکنند که اینجا مسئله حساس بودن و ظریف‌تر بودن دخترها رو و اینکه نیاز به حمایت و همدلی بیشتر داره رو مطرح میکنه. حالا چگونه بفهمیم که یک کودک یا نوجوان در خطره؟ وقتی مرتب داره در مورد مرگ یا خودکشی صحبت میکنه، رفتارش یک دفعه و به صورت ناگهانی تغییر کرده، تو انزوا، افت تحصیلی داره، میاد وسایل شخصیشو به دیگران میبخشه، مرتباً احساس ناامیدی و بی‌ارزشی داره. عوامل خطر خودکشی در نوجوان چیه؟ افکار خودکشی همیشه منجر به اقدام نمیشه، اما یکی از نشانه‌های خطر جدیه. در بیشتر موارد یک مشکل روحی و روانی پنهان همراه با یک اتفاق استرس‌زا عامل اصلی این رفتاره. عوامل استرس‌زا میتونه مرگ یکی از عزیزان باشه، خودکشی یکی از همکلاسی‌ها یا دوستانش باشه، جدایی عاطفی یا از دست دادن دوست دختر یا دوست پسر توی این سنین نوجوانی باشه، تغییر مدرسه، محله و دور شدن از اون دوستان و علایقش، تحقیر شدن توسط خانواده یا دوستاش، قلدری به ویژه برای نوجوانان، شکست تحصیلی و فشار درسی زیاد، درگیری با قانون و مشکلات غذایی از عوامل استرس‌زا برای نوجوان است. این اتفاقا ممکنه برای خیلی از نوجوانا پیش بیاد، اما اگه یه مشکل روحی و روانی زمینه‌ای داشته باشه معمولاً منجر به خودکشی میشه. مشکلات زمینه‌ای چیه؟ افسردگی. وقتی که احساس ناامیدی داره، نمیتونه برای مشکلاتش راهی پیدا کنه. مصرف الکل و مواد مخدر که این روزها بین نوجوانان زیاد شده، باعث میشه فرد بدون اینکه فکر کنه تحت تاثیر مواد دست به این کار بزنه. کنترل ضعیف احساسات و تکانه‌ها. نوجوان با مشکلات رفتاری زیاد بدون اینکه به عواقب کارش فکر کنه دست به خودکشی میزنه. اختلالات روانی و جسمی داره. داشتن اضطراب شدید، اسکیزوفرنی، آسیب‌های مغزی، اختلال استرس پس از سانحه و غیره منجر میشه که دست به خودکشی بزنه. چرا بعضی از نوجوانا به خودکشی فکر میکنن، دست به خودکشی میزنن؟ وقتی خشم به سمت خود برمیگرده، یعنی چی؟ زمانی که نوجوان از خانواده‌اش و دوستای خودش عصبیه، اما نمیتونه این خشم و عصبانیت رو نشون بده، در نتیجه اون خشم رو به خودش وارد میکنه تا دیگران رو ناراحت کنه. میگه اگه من بمیرم اونا ناراحت میشن و از کارشون پشیمون میشن. تقلید از دیگران. گاهی نوجوان خودکشی یکی از دوستاش یا یه فرد مشهور رو میبینه، تحت تاثیر قرار میگیره. برای همینه که اگه توی مدرسه‌ای یه همکلاسی، یه دانش آموزی خودکشی کنه، توی اون مدرسه این اتفاق بین شاگردای دیگر ممکنه اتفاق بیفته. تأثیر سابقه خانوادگی. اگه تو خانواده سابقه افسردگی، خشونت و خودکشی وجود داشته باشه، احتمال اقدام در فرزندان اون خانواده هم بیشتره. حالا چطور بفهمیم که نوجوانمون تو خطر خودکشیه؟ اول باید اون علائم رو بشناسیم. خودکشی یه تصمیم یک دفعه و ناگهانی نیست.
بلکه نتیجه مشکلات طولانی مدت و احساس ناامیدیه. کسی که افسرده است، مرتب ناامیده، به این کار خودکشی فکر داره فکر میکنه راجع به اینکه چطور خودکشی کنه. پس یه تصمیم یک دفعه نیست. والدین، معلمان، دوستان، پزشکان، روانشناسان نقش مهمی رو تو شناخت این علائم دارن. وقتی مرتب داره حرفای نگران کننده میزنه، کاش به دنیا نمی آمدم، کاش بخوابم دیگه بلند نشم، چه زندگیه که من دارم، کاش اصلا نبودم. وقتی رفتارش ناگهان تغییر میکنه، میاد از خانواده و دوستا و جمعای فامیلی، چیزایی که تا الان خوشحالش میکرده، فاصله میگیره. بی علاقه میشه به فعالیت هایی که تا امروز مورد علاقش بوده. درسش افت پیدا میکنه. در مورد مرگ و مردن زیاد صحبت میکنه. لوازم شخصیشو میبخشه. مرتباً احساس بی‌ارزشی و ناامیدی داره. یه پرانتزی باز کنم، توی نوجوانی با توجه به تنش‌هایی که دارن، با توجه به بلوغشون، رشد جسمیشون، خلق و خوشون تغییر میکنه، یه سری وسواسای فکری، یه سری افکار منفی سراغ نوجوان میاد. اما اگه مرتب داره رفتارهای نگران کننده داره، فکرهای نگران کننده داره، باید جدی بگیریم و اقدام کنیم. مشاور و پزشک وظیفه دارن که در صورت نیاز به بستری شدن فرد اقدام کنن. مشکلات زمینه‌ایش مثل افسردگی، اضطراب و مصرف مواد رو تشخیص بدن و درمان کنن. خانواده نقش خیلی مهمی در این زمینه داره. همیشه با فرزندتون حرف بزنید، احساسش رو جدی بگیرید. اگه متوجه یک تغییر تو رفتارش یا حرفاش شدید، سکوت نکنید، از یه متخصص کمک بگیرید. به فرزندتون نشون بدین که دوستش دارید و همیشه کنارشید. شنونده خوبی براش باشید، بدون اینکه سرزنشش کنید، در مورد اون احساس باش حرف بزنید. یه محیط امن و بدون استرس رو براش فراهم کنید. اگه فرزندتون مرتب داره راجع به خودکشی فکر میکنه و حرف میزنه، سکوت نکنید، صبر نکنید، به هم نریزید، ولی هرچه سریعتر از یه متخصص توی این زمینه کمک بگیرید. اگه گفتن که باید بستری بشه، تردید نکنید. این اقدامات خودکشی رو هر چقدر که اولیه باشه، کوچیک باشه، نادیدش نگیرید. گفتگوی آرام و حمایتگر بدون قضاوت داشته باشید. اقدام فوری شما باعث نجات زندگیش میشه. آروم باهاش صحبت کنید، تنهاش نذارید. وسایل خطرناک رو مثل دارو، مثل لوازم تیز رو از دسترسش خارج کنید. با یک متخصص در این زمینه تماس بگیرید. والدین عزیز و آگاه، نوجوانای این دوره حساس‌تر و کم تحمل‌ترند نسبت به مسائل و مشکلات. بیشتر نیاز به همدلی، همراهی و توجه شما دارن. کنارشون باشید، باهاشون از در دوستی و رفاقت وارد بشید، حمایتشون کنید. تو خونه‌ای که مرتباً بین پدر و مادر تنش و دعوای زد و خورده، صبر کودک و نوجوان لبریز میشه. اون آستانه تحملش کم میشه. پس به عنوان یک پدر و مادر آگاه، در ایجاد محیطی امن بدور از تنش نقش زیادی دارید. مشکلات زمینه‌ای فرزندتون رو جدی بگیرید. از یه متخصص مشورت بگیرید. تو تمام مراحل زندگی بدون قضاوت و تحقیر کنارشون باشید. خداوند نگهدار فرزندانمون باشه. امیدوارم که این مطالب برای تک تک شما عزیزان مفید واقع بشه.